سلام دوستان، امروز درباره حل مسئله صحبت خواهیم کرد. یعنی که ما درباره در درس گذشته درباره قوای ترنگی صحبت کردیم و امروز باشد درباره این موضوع، یعنی درباره قوای ترنگی سه مسئله حل میکنیم. مسئله یکم چنین است: خب چگونه که در رسم نشان داده شده است، سه تا جسم ها به دیگر با بند ها چکار کرده شدند؟ پیوست کرده شدند و وقتی که ما سیستم را با خود آزاد میگذاریم، جسم ها با حرکت کردن شروع میکند و سوال همین است که شتاب این جسم ها را یافتن لازم، یعنی شتاب جسم ها را باید یافت. خب در اینجا فرض کردیم که شتاب یکان خیلی قوای سایش نیست، یکم حالت میشد سایش نیست. خب انا کنیم وقتی که ما این سیستم را چکار میکنیم؟ آزاد میگذاریم. جسمی که مساش زیادتر است، یعنی در اینجا 2m و در اینجا m خورد. خب وقت این وزن چکار میکند؟ یعنی جسمی وزنیتر کوشش میکند که با پایان حرکت کند از سبب قوای وزنی زیادتر داشتنش. وقتی که این جسم با پایان حرکت میکند، یعنی مجبور میشود که این سیستم از سبب که آنها به دیگر پیوست هستند، این جسم ها نیز با سمت این چکار کنند؟ حرکت کنند. یعنی که جسمی مساش امی کلان نیز به این طرف حرکت میکند، این باشد به طرف پایان، خب این باشد به طرف این جسم باشد به طرف بالا حرکت میکند. خب این یکم کاری که باید ما کنیم. خب انا برای یافتن شتاب ما باید از قانون دوم نیوتن استفاده بریم. قانون دوم نیوتن چگونه که میدانیم چی میگوید؟ قوای عمومی که به جسم تاثیر میکند برابر است با حاصل ضرب مساح جسم و شتاب آن. خب این فرمول را استفاده برده ما این مسئله را حل میکنیم. خب انا بیایید تمام قواهایی که به این جسم ها تاثیر میکند نشان دهیم. خب اگر این جسم رو بینیم، جسم مساش 2m خورد، قوای وزنی به پایان تاثیر میکند و قوای ترنگی رسمان این جسم را رسمان میخواد که به طرف خود کشد، یعنی که در نتیجه قوای ترنگی این رسمان با سمت بالا به این جسم تاثیر میکند. بیاید این را همچون گیریم T1، چون که در اینجا ما دیگر رسمان دیگر نیز داریم. خب اگر رسمان ها دیگر خیلی باشند، چگونه که گفتیم در درس، قوای ترنگی نیز دیگر خیلی میشن. خب انا این دو قوا به این جسم تاثیر میکند. بیاید کدام قواها به این جسم تاثیر میکنند را نشان دهیم. خب در اینجا رسمان جسم را به این طرف میکشد. خب این میشود T1. چرا؟ چون که این همان یک رسمان است که به این جسم تاثیر کرد. گفتیم اگر رسمان یک خیل باشد، قوای ترنگی در هر یک نقطه برابر است. خب این T1 از این طرف باشد، این رسمان میخواد جسم را به این طرف حرکت کشد، در نتیجه قوای ترنگی میشود به این طرف روان. این رو میگیم T2. خب اکنون به این جسم کدام قوه تاثیر میکند؟ باز قوای ترنگی جسم را بالا میکشد، یعنی میشود T2 و قوای دیگر این قوای چی است؟ وزنی است، mg. خب در این جانب به این جسم قوای وزنی تاثیر میکند به سمت پایان m کلان g و از طرف گویم میز یعنی استال به سمت بالا قوای ریاکسیون تکیهگاه n. خب این است همه قواهایی که به این جسم ها تاثیر میکند. نکن چگونه که گفتیم سمت مثبت رو سمت حرکت این جسم ها قبول میکنیم. برای این جسم بیایید قانون دوم نیوتن رو نویسیم. خب وقتی که برای این جسم قانون دوم نیوتن رو می نویسیم، خب شتاب جسم با پایان روان است. خب در اینجا باید یک نقطه دیگر رو در خاطر داشت که این جسم ها با شتاب یک خیله حرکت میکنند. چرا؟ چون که ببینید دوستان، اگر این فرض کردیم که جسم مساش 2m 1 متر پایان اگر فرآید، یعنی 1 متر پایان حرکت کند، از سبب آنکه این با جسم مساش امی کلان با یک خیل رسمان چسبیده است، چکار میکند؟ این جسم نیز 1 متر پیش حرکت میکند و در نتیجه این جسم مساش امی خود را نیز
1 метр боло яъне чикор мекунад, мекашад. Аз ин ҷо яъне ҳамаи ҷисмҳо як хела чикор мекунанд, ҳаракат мекунанд. Аз ин лиҳоз шитоби онҳо як хела мешавад. Инро бо ҳарфи А ишорат мекунем. хоб, анакун қонуни дуюми Ньютонро барои ин ҷисм менависем. гуфтем самти шитоб мешавад самти мусбат. қувваи умумие ки ба ин ҷисм таъсир мекунад, чандто қувва таъсир карда истодааст? Дуто. 2mg ба самти поён ва T1 ба самти боло. хоб, 2mg мешавад қувваи мусбат, чунки ҷисм ба поён ҳаракат карда истодааст. яъне ки мешавад барои 2m, биёед дар ин ҷо нависем барои 2m, қонуни дуюми Ньютон чӣ мешавад? 2mg минуси T1. чаро минуси T1? чунки T1 ба самти боло ҳаракат карда истодааст, лекин ҷисм ба самти поён ҳаракат кардааст. Аз ин лиҳоз қувваи умумӣ дар ин ҷо мешавад 2mg минуси T1. накун танҳо ин ду қувва ба ин ҷисм таъсир мекунад, пас қувваи умумӣ баробар мешавад 2mg минуси T1, пас баробар аст ба массаи ин ҷисм чанд аст? 2m. массаи ин ҷисм 2m зарби шитоби ин А. ин аст формулаи якум. хоб, анакун барои массааш ҷисми массааш m-и хурд, биёед нависем барои ҷисми массааш m-и хурд кадом қувваҳо таъсир мекунад? қувваи mg поён, T2 боло, лекин ҷисм ба самти боло ҳаракат мекунад. пас T2 мусбат мешавад, mg манфӣ. пас дар ин ҷо менависем T2 минуси mg m-и хурд баробар аст ба m масса зарби А. ин мешавад формулаи 2. хоб, анакун барои ҷисми массааш m-и калон кадом қувваҳо таъсир карда истодаанд ба самти шитоб? T1 ва T2 дар тири X. хоб, анакун дар ин тир T1 ва T2 бошад, агар T1 ба самти шитоб, пас мешавад T1 мусбат минуси T2, чунки ин муқобили шитоби ин ҷисм ҳаракат таъсир мекунад, пас баробар аст дар ин тир, дар тири X, яъне танҳо ин ду қувва таъсир мекунад. қувваҳои n ва mg-ро ба назар намегирем дар ин ҷо, чунки ин қувваҳо дар тири y таъсир мекунад, аммо ҷисм дар тири x ҳаракат карда истодааст. хоб, T1 минуси T2 баробар аст ба массаи ин ҷисм m-и калон зарби шитоби ин ҷисм А. ин мешавад формулаи 3. хоб, анакун дӯстон, ин се муодиларо дорем. агар ин ҳар сеи муодилаҳоро ҷамъ карда бароем, биёед чӣ ҳосил мекунем? хоб, ҳамаи тарафҳои ин муодилаҳоро ҷамъ мекунем ва ҳамаи тарафҳои рости муодиларо ҷамъ мекунем. хоб, 2mg пас ҳосил мешавад 2mg минуси T1 ҷамъи T2 минуси mg, хоб, ҷамъи T1 минуси T2. ин шуд тарафҳои рости ин се муодила. анакун баробар 2ma, мо ҳама ин се муодилаҳоро ҷамъ карда истодаем. 2ma ҷамъи ma ва ҷамъи m-и калон. хоб, анакун биёед бинем дар ин ҷо чӣ мешавад. хоб, дар ин ҷо мо дорем минуси T1 ва плюси T1. хоб, яъне ки инҳо якдигарро ихтисор мекунанд. хоб, ва боз дорем ҷамъи T2 минуси T2, онҳо низ якдигарро ихтисор мекунанд ва дар натиҷа мемонад чӣ мемонад? 2mg минуси mg, яъне m-ои мо дар ин ҷо якхела ҳастанд, пас 2mg минуси mg мешавад mg. хоб, дар ин тарафи чап мо дорем танҳо mg. хоб, анакун биёед бинем тарафи ростро. дар тарафи рост 2ma ҷамъи ma мешавад 3ma ва ҷамъи m-и калон. хоб, яъне ки чӣ ҳосил шуд? mg баробар шуд ба 3ma ҷамъи m-и калон. хоб, аз ин ҷо a-ро агар ёбем, пас a баробар мешавад ба mg тақсими 3m-и хурд ҷамъи m-и калон. ин аст дӯстон шитоби ин ҷисмҳо. агар барои ёфтани T1 чикор хоҳем, агар T1-ро ёбем чикор мекунем? аз ин ҷо T1-ро меёбем. T1-ро аз ин ҷо меёбем. чӣ ҳосил мешавад? T1-ро ба тарафи рост, 2ma-ро ба тарафи чап, пас мешавад 2mg минуси 2ma. 2mg минуси 2ma. хоб, аз ин ҷо агар m-ро барорем, 2m-ро барорем аз хаст, пас мешавад g минуси a.
این رو آ رو در اینجا گذاشته میویم T1 رو. T2 رو چگونه میویم؟ T2 رو از این فرمول استفاده برده. یعنی T2 رو یابیم اگر میشه T1 مینویسی MA. T1 مینویسی MI کلان. یعنی در اینجا آ رو گذاشته حاصل میکنیم T2 رو T1 رو از اینجا یافتیم در اینجا گذاشته یعنی حاصل میکنیم T2. این معادله ها یعنی این گونه مثال ها چنین حل کرده میشوند. خب این از مسئله یک. مسئله دو چی میگوید؟ مسئله دو چنین است، یعنی ما دو جسم در سطح افقی قرار داشتند. دو جسم داریم در سطح افقی. خب اکنون در این حالت قوه سایش به این جسم ها تاثیر میکنه و کوفیسیانت سایش بین این جسم ها و سطح زمین باشد میو، یک خیلی باشد میو. خب و ما با جسم کلان با قوه F تاثیر میکنیم و ما میخواهیم جسم ها با کدام شتاب حرکت میکنن. اون رو یابیم. یعنی شتاب این جسم رو یافتن لازم. خب مثل هر وقته یکم کاری که میکنیم باید همه قوه هایی که با این جسم تاثیر میکنن رو نشان دهیم. خب یکم قوه که تاثیر میکند به این جسم ها این سر میکنیم از قوه وزنی mg و mg. خب قوه دیوم این قوه ریاکسیون تکیهگاه هست N و N. انا کن N آیا N میشد یا اینکه N1 N2. خب قوه ریاکسیون تکیهگاه این وابسته است به یعنی وزن جسم. پس ماسه این جسم ها گوناگون است، پس قوه تکیهگاه نیست، ریاکسیون تکیهگاه نیست، گوناگون میشد. پس این رو میگیریم N1 این رو میگیریم N2. خب باز چی تاثیر میکند؟ این جسم ها یعنی سیستم به طرف راست حرکت میکند، پس قوه سایش باشد به سمت مقابل حرکت تاثیر میکند. در اینجا میگیریم قوه سایش 1. خب در اینجا میگیریم قوه سایش 2. خب اکنون باز قوه دیگر هست باید نشان داد، این قوه ترنگی میباشد. اکنون قوه ترنگی به کدام طرف تاثیر میکند؟ قوه ترنگی دوستان در اینجا رسمان است. این رسمان این جسم ماسه‌اش خود رو به پیش طلا یعنی میکشد. پس قوه ترنگی به این طرف روان است T میگیریم و قوه ترنگی که به این جسم تاثیر میکند رسمان جسم رو به طرف خود میکشد، یعنی به این طرف سست میکند حرکتش رو میشود T. چرا T؟ چون که ما رسمان یا خلا رسمان است در اینجا. خب اکنون سمت شتاب البته که معلوم است به طرف راست. هر دو جسم ها به طرف راست با شتاب یخلا حرکت میکنند. چرا با شتاب یخلا؟ چون که این جسم اگر 1 متر فرض کنیم به پیش حرکت کند از سبب آنکه این رسمان دراز نشونده است، پس چی میشود؟ وقتی که جسم 1 متر پیش رود، پس از سبب آنکه اینها به دیگر با رسمان چسبیده شدند این جسم نیز 1 متر پیش حرکت میکنه. یعنی سرعت این جسم ها، مسافت طی کرده جسم ها و شتاب جسم ها یک خلا میشد. از این لحاظ میگیریم این شتاب آنها را همچون A. اکنون قانون دوم نیوتن را برای این جسم ماسه‌اش خورد M اگر نویسیم، اول می نویسیم قانون دوم نیوتن را با شکل عمومی قوه‌ای که عمومی که به جسم تاثیر میکند برابر است با حاصل ضرب ماسه جسم و شتاب آن. خب اکنون برای جسم ماسه‌اش M خورد این را همچون جسم 1 میگیریم، این را همچون جسم 2. خب برای این جسم قوه عمومی که به جسم تاثیر میکند در تیر X جسم 1 برای جسم 1 هم در تیر X در تیر X یعنی که کوردینات را نشان دهیم اگر سیستم کوردینات را تیر Y میشه تیر X. خب در تیر X کدام قوه ها به این جسم تاثیر میکند؟ در تیر X ما میبینیم که قوه ترنگی و قوه سایش تاثیر میکند و سمت مثبت سمت حرکت جسم است. جسم به طرف راست حرکت میکند، پس قوه ترنگی میشه قوه مثبت. چرا؟ چون که این قوه به طرف راست این جسم رو چکار میکند؟ میکشد. خب پس میشه T مینوس قوه سایش 2. این از قوه های عمومی که قوه هایی که به جسم در تیر X تاثیر میکند، پس برابر میشد با وسیله ضرب ماسه این جسم M و شتاب این جسم گفتیم A. خب اکنون در تیر Y باشد کدام قوه ها به این جسم تاثیر میکند؟ N1 و Mg. جسم در تیر Y شتاب ندارد و تنها به پیش حرکت میکند،
پس قوای عمومی که به جسم تاثیر میکنه در این تیر Y برابر میشد به 0. چرا؟ چون که جسم تنها به پیش حرکت میکنه، یعنی در جایش نمیپره. پس n1 برابر میشد به mg. یعنی که می نویسیم n1 مینوسی mg، سمت بالا رو مثبت قبول میکنیم، سمت پایین رو منفی. n1 مینوسی mg برابر است به 0. چرا 0؟ چون که گفتیم جسم در سمت y یکون خیلی شتاب نداره، تنها به پیش حرکت میکنه، یعنی از جایش نمیپره. خب پس از اینجا در یافتن ممکن است که n1 برابر است به mg. خب اکنون باز میدونیم که قوای سایش 2 برابر است به کوفیسیانت سایش ضرب قوای ریاکسیون تکیهگاه. اینجا گفتیم قوای سایش 1 باید باشد. قوای سایش 1. قوای سایش 1 برابر است به کوفیسیانت سایش ضرب قوای ریاکسیون تکیهگاه n1. خب اکنون n1 رو یافتیم، از اینجا در اینجا میگذاریم، میشود میو ام جی. خب اکنون قوای سایش رو در اینجا گذاشته میابیم که ت مینوس میو ام جی برابر میشد به ام ا. خب اکنون برای جسمی دوم اگر همین کار رو کنیم، در تیر x کدام قوها تاثیر میکند؟ در تیر x قوای F و قوای ترنگی و قوای سایش. خب اینجا عذر، در اینجا F3 2 گفتیم اما جسم 1 رو نشان دادیم در اینجا، این رو جسمی. خب همچون جسمی 2 گیم این رو جسمی 1. پس اینجا واسه کنیم اگر میشه جسمی 2 و اینجا میشه جسمی 1. خب اکنون در تیر x به این جسم کدام قوه تاثیر میکنه؟ گفتیم قوه F به پیش به سمت شتاب و این دو قوه ها باشد به طرف چپ. پس قوه F مثبت میشود در تیر x. پس می نویسیم F مینوسی قوه ترنگی مینوسی قوه سایش 1 برابر است به خب قوه سایش 2. اینجا قوه سایش 2 برابر است با m ضرب a. خب اکنون در تیر y چی؟ در تیر y قوه ریاکسیون تکیهگاه n2 و قوه ریاکسیون تکیهگاه n2 مینوسی mg برابر است به 0. اکنون میدونیم که قوه سایش 2 برابر است به چی؟ میو n2. خب n2 رو اگر از اینجا یابیم میشود که mg. پس n2 رو در اینجا گذاشته اصول میکنیم میو امیکالون g. پس قوه سایش رو در اینجا گذاریم اگر حاصل میکنیم f مینوس t مینوس میو امیکالون g برابر است به امیکالون a. خب اکنون ما این دو فرمولا رو، فرمول 1 و فرمول 2، این دو فرمول رو اجرا کرده باید در اینجا نویسیم اگر این فرمول رو f مینوس t مینوس میو ام جی برابر است به ام آ. اگر این رو یک جا کنیم خب میبینیم که وقتی که این دو معادله رو ما جمع کنیم چی رو میبینیم؟ میبینیم که در اینجا ما ت داریم، در اینجا مینوس ت. اگر جمع کنیم ت مینوس ت دیگر رو اختصار میکنن. پس ما میتوانیم شتاب رو یابیم. باید این دو معادله رو جمع کنیم. پس از جمع کردن حاصل میشود f مینوس میو ام جی مینوس میو ام جی کلان برابر است m جمع m ضرب a. پس از اینجا اگر i رو یابیم شتاب رو، پس شتاب برابر میشد f مینوس اگر میو جی رو از قاس بیرون کنیم میشد m جمع m تقسیم m جمع m کلان. این است دوستان شتاب این جسم ها. برای یافتن قوه ترنگی میتونیم در اینجا شتاب رو بذاریم، قوه ترنگی رو حساب کنیم. خب اکنون مسئله سیوم کمتر دیگر خیلی است. مسئله سیوم میگوید که اگر ما چنین
جسم داشته باشیم، جسمی که به یگان رسمان چسبیده شده است و به یگان کنج الفا بالا میبرداریم. بعد از آن جسم رو چکار میکنیم؟ سر میدیم. وقتی که جسم رو سر میدیم، جسم فرض کنیم که حرکت لپیشناک میکند و ما میخواهیم که قوه ترنگی رو در نقطه پسترین و در نقطه آ چکار کنیم؟ یابیم. خب اکنون در این وقتی که جسم به این طرف یعنی حرکت میکند، در این حالت کدام قوه ها به این جسم تاثیر میکند نشان دهیم. خب وقتی که جسم در نقطه 2 قرار دارد، خب در اینجا قرار گیرد، اگر به این جسم کدام قوه ها تاثیر میکند؟ به این جسم قوه یکم تاثیر میکند. قوه چی است؟ وزنی می نویسیم. همیشه از قوه وزنی سر میکنیم، چون که ما دائما میدونیم سمت این قوه پایان است. و قوه دومی که به این جسم تاثیر میکند این قطعه رسمان روان است و رسمان باشد چکار میکند؟ به جسم به هم با قوه ترنگی تاثیر میکند به سمت بالا. خب این دو قوه به این جسم تاثیر میکند و جسم در اینجا گویم از روی چنین گویم که دوره شکل حرکت میکند و پس جسم دارای چی میشود؟ دارای شتابی مرکز رو میگردد در اینجا. خب اکنون قانون دوم نیوتن در این حالت کمتر شکلش دیگه خیلی میشد. قوه عمومی برابر است با ماسه جسم با شتابی جسم. در این حالت شتابی جسم شتابی مرکز روان است و سمت مرکز روان است. پس قوه مثبت در اینجا میشد قوه ترنگی، قوه منفی باشد قوه وزنی میشد. پس نویسیم طرف چپ این معادله میشد T مینوس mg، T مینوس mg برابر میشد با m ضربی چی میشد؟ شتابی مرکز رو. و شتابی مرکز رو ما چگونه می نویسیم؟ شتابی مرکز رو سرعت جسم در این نقطه و این سمت روان است و تقسیم رادیوسی این دوره. رادیوس این دوره گفتیم با چی برابر میشد؟ پس در اینجا با درازی این رسمان و کدرت تقسیم L. پس اگر این رو در اینجا گذاریم حاصل میکنیم T مینوس mg برابر است با m ضربی و در کدرت تقسیم L. و از اینجا T رو یابیم اگر، پس معلوم میشد که T برابر میشد با mg جمع m و کدرت تقسیم L. خب اکنون برای v کدرت رو یافتن چیکار میکنیم؟ برای v کدرت رو یافتن از روی قانون بقای انرژی استفاده برده حاصل میکنیم. خب در اینجا در نقطه اول جسم در یگان بلندی نسبت به نقطه دو قرار دارد و بیاید این بلندی را همچون h گیریم. در اینجا این بلندی میشد همچون h. خب این h رو چگونه ما میابیم؟ خب یعنی قوه انرژی اوله در اینجا mgh است نسبت این نقطه و وقتی که به این نقطه میرسد همه انرژی پتانسیلی برابر میشد به انرژی کنیتیکی. اگر این رو نویسیم پس میشد که mgh برابر است با mv کدرت تقسیم 2. یعنی چرا در اینجا انرژی مکانیکی دائمی میموند؟ چون که قوه ترنگی در اینجا همیشه چی است؟ همیشه پرپندیکولار است به سمت سرعت جسم. از این لحاظ قوه ترنگی یگان نمود کار اجرا نمیکند، پس انرژی باقی میماند. خب اکنون در این نقطه انرژی جسم انرژی پتانسیلی است mgh و در نقطه 2 باشد انرژیش تنها انرژی کنیتیکی دارد نسبت به این نقطه. خب اگر m را اختصار کنیم در اینجا m را اختصار کنیم پس حاصل میشد v در کدرت برابر است با 2gh. اکنون h رو اگر v کدرت رو در اینجا گذاریم پس حاصل میکنیم t برابر است با mg جمع m v کدرت گفتیم 2gh تقسیم l. خب اکنون ما باید h رو یابیم. h رو چگونه میابیم؟ ما h رو از اینجا میابیم. خب این طرف اگر این سکنجه رو بینیم، این سکنجه راستکنجه رو بینیم، این طرف سکنجه با چی برابر میشد؟ این طرف سکنجه
یعنی این طرف سکونجا اگر گیریم همچون x، خب این طرف سکونجا یعنی هیپوتنوز L است، پس x تقسیم L با چی برابر میشد؟ x تقسیم L برابر میشد با کوسینوس آلفا، یعنی که x برابر میشد با L ضرب کوسینوس آلفا، یعنی در اینجا x برابر شد با L ضرب کوسینوس آلفا. اکنون یعنی اش بلند درازی عمومی چی است؟ L هست، این قسمتش x است، یعنی اش برابر چی می شود؟ یعنی که اش برابر می شود با L مینوس x. x چی بود؟ x برابر بود با L ضرب کوسینوس آلفا. در اینجا گذاریم اگر L مینوس L کوسینوس آلفا، یعنی که L رو بروریم از خواست 1 مینوس کوسینوس آلفا میشه. پس در اینجا ما میگذاریم این رو t برابر است با mg جمعی، خب میشه در اینجا 2mg ضرب L 1 مینوس کوسینوس آلفا تقسیم L. اکنون L با L چی میشود؟ اختصار میشود و باقی میماند mg جمع 2mg 1 مینوس کوسینوس آلفا. یعنی که اگر این رو ساده کنیم 2mg ضرب 1 2mg میشد، با این mg 3mg. خب اگر بعد mg رو بروریم خب نشان دادن ممکن است که این برابر میشد با mg، یعنی که 3 مینوس 2 کوسینوس آلفا قوه ترنگی. خب این از دوستان 3 مسئله درباره قوه ترنگی.